مردک میگم اوقاتم تیار کردم نمیری نون بیاری اوقات بخوریم بعد خمیر نکردی؟ خمیر نکردی مردک جان پگه سحر میکنم خمیره بیا خبر نون بیار اوقات بخوریم من نون نبودم این بطری رو گزیدیم بعد کجودم بچه همین جای سعدی بیرون در بوشه بیا روش کنم برای نون بیاره سعدی؟ خب بودکوی ایز می نمیشتنی و کجور نتینم تو دوخی نباید تا نباید اگه اومدی؟ بیرون دو بدون شاید میگه خمیر نکردیم اوقات تیارش داد برای نون بیار نون؟ اگجا نون بیارم چخیلی اگجا بیارم؟ اوخی اگجا نون بیارم همین رای موشینگر دکو میرم اما او پرای ره میره پشت خونه او پرای ره همتا نون بوی خونه نو کدگیان برای 20 نون بیار 20 این توپاگر برسه و چت پاکه خمیر میکده مایلا اینو رفتم اویلو کم میگیری و فقط نون میخری اوخن نمیشیده که بسری همین دو نون خودت میرفتی میگیری چخیل من میدستم بسر دو نونا چخیل من میرم گودکوت برای چی امروز گودک کلون کردیم خمیر میکردی چکو میکرد میموردی خمیر میکردی خیلی روز کجا شیده کی؟ روز بگشتی همین روزی درست کارت خواه این دیل این خونه میگرفته باشیه پول دادم رفته نون میاری میخرین کو اما تا میخری نون کو کجا شیده گنکی او سره نگاه کن 2 ساعت چیده 2 ساعت چید آخه خودت میرفتی نمیشید همو دو نونه میگرفتی میامدی اوه هم پول بتون با همراه نون بیارم میرفتی میوردی اوخی او بچه ده من مینسینو چیکای فهمیدی ها اون نمیخیلیه فهمیدی السلام علیکم اگجا اومدی چند ساعت چید کجا رو کردم مطرح او بست آخی مردک آخی بچم دیلی آدم در تشویش میقد آخی اوقات من یخ گشتک تو کجا شدی خدیر کردی قدیرن روی کنه رفتم آخی چخیل قدیرن ما تو نون بای روی کنیم که نون بیاری او چت اوقات بقدر که با اوقات نخریم 2 ساعت چید رفتم نشید او پری را گذاشتن ده چخیل نشید او پره را همین گذاشتن خاموشیم بسیار مشروط کرد بسیار این طرف او طرف مشروط کرد ایسو بسیار ایسو مگذارن اوسو مگذارن اوسو مگذارن ایسو مگذارن ایسو مگذارن اوسو مگذارن نشید او پری را رفته ایسو بگذارن اوسو بگذارن او پره را بچی میرفتی ای او پره را نون میآوردی اوخی هم مشروط کرد نیفتیم که او پری را برم اوی مشروط که برای چی در کن او گفتیم که نام بگیرم بیارم وا زنک جون مردک با مست اومدی نه ما مست نیستم نسبتی ما ترمت در کار نیست دیدن نگفتی که من نمیخرم دیگه کم تا را گشتیم بفرا شدیم بیا مردک بخزانم تا خیلی مردک بوی عرق کدستی نه ما بوی عرق نکردستم یا نیستی ای کجا آمدی؟ ما ای بلیارد اومدم ای بلیارد خیلی کم است دستی که چی تو گاری که باتنا نکنم با ای بلیارد اومدستی برای چی بوی عرق کدستی؟ با چی بوی بلیارد نکردم نام چی بود؟ شمرو شامرود من اینجا نام تا قید کردم موندم همون قوازه که دادمون گرفتی؟ آنم را میبری؟ یک لطه سفیدک ده میدولان خشو سوزان نرسه بو او پود نرسه بعد هم طرف دستی چپای راستی که هم گردنه کشالش میکنی مایلا همون چیزای پارێزی گفتم که دو نگی هم خیلی چیو را روغنی هم خیلی 3 روز پارێز کرد بعد بو بیو سله دوشی السلام علیکم السلام علیکم اکای تفیل جون نازه سوزه کارو تو نازه شکر زندگی خوبه میشه باور کرد همین تمام ویجو رو گشتیم همین بچه هم ازش گرفتگی دوش نیفتیم بعد در رکلامای تلویزیون دیدیم بین دورو و دا پاردیفین و همین خیل چیو دا نمروی تلفنتون آدرس های خونتون موندگی بود رکلام دا خیلی افتین خوش اومدی رحمت خدا این بیموره ها؟ بیمار این چی بیماریش مو چی بیماری داره؟ این همین شوا خمیره علوی بسیار گاو میزنن علوی بسیار گاو میزنن قرار نمیسته تو میخریسی اوس خوی یعنی باور که
بزی با خیلی علوی گپ میزنه هرچی گپ زدن از جاش میپره میخیزه یا که وغاز کرده دو زده یا که همه خیلی آروم نه همین میپره میخیزه با وعاز کرده میخیزم این ترسیدگی داره ترسیدگی داره و یکی از من یک چی مینویسم با این از هو درختای بسیار تباباتی هیده درختای تباباتی ریشه‌های هم را ما جوشاندگی هر بیماری که میآید همه را استفاده میبره برای ما را رکلام میکنه که بیاین انا را استفاده میبره پیش همین خوبش همین دقت میخره دقت میخره از این نویسندگی ما یا در دست راستش یا در دست چپش میبنده اوکی در گردنش کشول میکنه بعد توقعش نمیمونه توقعش نمیمونه توقع خوب نره که یک بار ضرور سه روز پرهیز ای دونگی انا روغنی تخم هم خیلی چیزای ممکن نیست پرهیزیده هم خیلی چیزای وزبیله نمیخره خب نام چیه خرسان این نامش زور بوده خرسان در زیق نمونین این باید همه خرسان بگرده شما پدرش میشه نه؟ بله نامی شما چیه؟ سعدی بسیار نامی زور نامی بزرگ چه عضو بدرد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار شما یوانی؟ هم لحجه گبزن تو قرار گفتی برای همون زنده باشه انا نویسندگی مرا یا در دست چپ یا در دست راستش میبنده یا که کشول میکنه فهمیدید بعد همون پرهیزی گفتگی ما استعمال کنه چند روز پس بیاییم ما 3 روز پس تا 3 روز پس ای دودزنی هم میمونه انشالله ای پراپر ای جست نیم سکن سهر عبید بگم او همین وقتی خون میره کو پیش خون میره استعمال کنه خور آوا کدوم وقتی خون میره همون وقت رحمت مایل شما سلامت باشه باید چه هم دوباره اومده بعد حقی کارتون چند سو میشه اگه حقی کارمون اولی امیره برده استعمال کنم و بیمار بعد 3 روز پس بعد گم میزنم حقی کاره بعد 3 روز پس 3 روز پس رحمت بعد خیلیتون چیز همت کنیم رحمت خب رحمت سلام دوشی تموم اکو پرهیزی تموم خوب شفا یافتی سلامت باشه خوش اومدی همین طبیب کجاشی؟ همین طبیب همین طبیب کجاشی؟ طبیب مایم اکا شما طبیب پوش جمعته تو خیرمون درسته بر؟ چی گپه تینجه خیرم یومون نیستی؟ ما یومونی موجه بشین گپه بیا کو بیا تینجه بیا ها که تینجه چی گپه؟ باور که اکی طبیب جان او چه خیلی دارو بود او چه خیلی پرهیز بود یا بارگی بتر شی بچه ما اول علایی میخوام هرچی میگو و بعد استعمال داروهای شما همین خوب میخواد دود زده وعاز کرده که همین میدوا همین قطعی اولی هم مردیم در ایده مشاهده داره کجایی میدوا ما مایدیم همین میدویم هرچی ما در سکس زندگی نمیکردیم یکی باشم همین بالا خچو میپرتو او نغز دوخی او همون تبابت انمو خیلی تبابت میشوه با همون دویدن پریدن جاهیدن همه برای تراش میگریزه او چی قدر که او بیمارش ما بچه خیلی میدوه شما منم خیلی ایدمش خیلی هنگا بدوین او سلامتی ده خوبه دویدن ما دویدن اوسیه؟ ما نفهمیدیم شما طبیب خلقین یا که معلم فیزکولتوره چی؟ Itu kau nak doli? Muda kun mau ke? Belum dah laku. Cucu. زنگ جان مبارک قطارک کم هم میریم که Awak binak siapa pak? Rubinak siapa? روبینک چه گم دست انا روبینک Oh, betul ya? Aku asli bisa ke mat telefon. روبینک الو دادا جون پاکش بیاد دادا جون ماده چکلات بیاد نه ماشم کو Nah. تخشوی اسدیما تخشوی بچه ما کلان میشه پهلوان میشه بچه ما کلان میشه Futbalis macam mana? فوتبالیست میشه بچه ما کلان میشه بچه زور میشه آفرین زنک جون خدا رو شکرونه که مادر شدی مادر Rahmat Mardak John, ولی انشالله یگان روز
ختم پدر میشی